سلام، امروز میخوام بهتون بگم چجوری با وجود اینکه سطح زبانم B2 نبود، یعنی B2 نبود، من تونستم توی 2 ماه B2 بگیرم و بهتون بگم که چجوری برای هر آزمون زبانی، حتی اگه آلمانی نباشه، میتونین این روش رو استفاده کنین و اون مدرک زبان رو بگیرین توی کوتاه‌ترین زمان ممکن، در حالی که سطح واقعیتون مثلا اون عدد نیست. مثلا اگه آیلتس بالا میخواین شاید سطحتون واقعا اون نباشه ولی در اون سطح بتونین بگیرین. اگه B2 میخواین شاید سطحتون در حد B1 باشه. اگه B1 میخواین شاید سطحتون در حد مثلا A2 باشه. امروز می‌خوام در مورد این صحبت کنیم. من میدونم خیلی شبیه این پکیج فروشاست، تایتل و کلا موضوع اینو، ولی واقعا واقعیه و من نه پکیجی میفروشم نه کاری به کارتون دارم و میخوام تجربه خودم باهاتون در میون بذارم و اینکه من از این روش برای آزمون‌های دیگه هم استفاده کردم، جواب داد. ولی اگه برای من جواب داده برای همه آزمونا و به دوستام گفتم حالا اونا هم استفاده کردن جواب داده، احتمالاً برای شما هم باید جواب بده. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. خیلی خیلی خوشحالم میکنی که سابسکرایب کنین، لایک و کامنت یادتون نره. اولین چیزی که باید همیشه حواستون بهش باشه اینه که شما زمانی که مثلا میرین آزمون B2 میدین، B1 میدین و مدرکش رو میگیرین، لزوما به این معنی نیستش که سطح شما مثلا در حد B1 یا B2 بوده. بیشتر به این معنی که شما مهارت‌های اون آزمون رو یاد گرفتین و اون آزمون میدونین باید چجوری انجامش بدین تا قبول بشین و مدرکش رو بگیرین. مثلا من خیلی‌ها رو میشناسم که با C1 اومدن آلمان، یعنی امتحان C1 رو دادن و اومدن آلمان، ولی واقعا توی صحبت کردن و اون اولش که اومده بودن توی ارتباط گرفتن با آلمانیا به مشکل خورده بودن، که خب این کاملا طبیعیه، به خاطر اینکه مثلا شما خودتون رو برای یه آزمونی آماده می‌کنین، برای قسمت اسپیکینگ یا آزمونی، برای قسمت اسپرشن یا آزمونی، بعد اون آزمون رو قبول میشین ولی در واقع مهارت صحبت کردنتون توی جامعه به اون اندازه خوب نیست و خب این کاملا طبیعیه. ولی از این نکته میتونین استفاده کنین واسه قبول شدن توی آزمونتون. حالا یعنی چی؟ من زمانی که خودم امتحان B1 رو دادم، B2 رو دادم، سطحم واقعا در سطح B1 بود. مثلا یک کوچولو از B1 بالاتر، مدرک B1 رو داشتم ولی سطحم واقعا B2 نبود. تو 2 ماه تونستم بخونم، برم و قبول بشم، مدرکم بگیرم و بیام، که خب برای کالجم اون موقع فقط B2 لازم داشتم. حالا این وسط چه چیزی به من خیلی کمک کرد؟ این چیزی که میخوام بهتون بگم واقعا برای همه امتحانام تا الان جواب. اولین کار اینه که برین نمونه سوالات اون آزمون رو پیدا کنین، نمونه سوالهای قبل یا نمونه سوالی که توی کتابا هست یا تو اینترنت یا در دسترستون هست رو پیدا کنین و خودتون رو برای آزمون با نمونه سوال‌ها آماده کنین. یعنی ممکنه شما سطح واقعیتون، سطح کلماتتون، جمله بندیتون، مدل حرف زدنتون، گرامرتون، حالا گرامر یکم قضیهش فرق داره، براتون توضیح میدم یکم جلوتر، ولی ممکنه واقعا سطحتون در سطح اون آزمون نباشه. مثلا من B2 رو بهتون میگم، من سطحم واقعا در سطح B2 نبود. جمله بندیم، جمله سازیم، ایده هام واسه نوشتن نبود، ولی رفتم آزمونای سال قبل رو نگاه کردم. مثلا دیدم آقا مدل امتحان اسپرشن اینجوریه، از من این سوال ها رو میپرسن، حالا مدل سوال همینه، تاپیکش ممکنه فرق کنه، ممکنه مثلا موضوع سیاست باشه، در مورد ورزش از من سوال بپرسن و معمولا هم 10-12 تا موضوع که بیشتر نیست، حالا فوقش دیگه 15 تا موضوع. شما در مورد اون 15 تا موضوع میرین یک سری کلمات یاد میگیرین، یک سری جمله بندی یاد میگیرین و با توجه به آزمونی که میخواین بدین خودتون رو آماده میکنین. مثلا برای شرایبن میدونین که آقا باید برای بخش نوشتاری یا همون رایتینگ میدونین که باید تو حال آزمون آلمانی مثلا اینجوریه که مثلا آزمون آلمانی اینجوری که باید یه نمودار رو توصیف کنی، مثلا یه نمودار بهتون، مثلا در مورد نمودار سه سوال هستش، اونو چی کنید. در واقع من باید یاد بگیرم در مورد یک نمودار چجوری صحبت کنم، یک سری عبارت‌ها رو حفظ کنم، یک سری قدم اطلاع رو حفظ کنم، با بقیه‌اش دیگه بازی با کلمات. من باید سبک آزمون رو یاد بگیرم. من باید یاد بگیرم آره آقا وقتی می‌خوام نمودار توصیف کنم از این روش رو باید بگم، اولش باید یکم اینجوری شروع کنم، در مورد موضوع صحبت کنم، بعد بیام مثلا میگم در جایگاه اول نمودار مثلا چیه، در جایگاه دوم چیه، بعد چی میشه و نظرمو بگم. حالا اینکه بخوام نظرم بیان کنم از چه عبارتی میتونم استفاده کنم، کلماتش رو تغییر بدم، بخوام مثلا بگم در جایگاه اول اینه، در جایگاه دوم اینه، از چه چیزایی استفاده کنم، اینا رو حفظ می‌کنین، میرین امتحان رو میدین و قبول میشین. معمولا اینجوریه. حالا برای اینکه دامنه لغتتون هم بره بالاتر، میرین امتحان رو باز نگاه می‌کنین، تو همون 10 تا موضوع 15 تا موضوع که اومده، با توجه به چیزی که می‌خواین بنویسین چند تا کلمه حفظ می‌کنین دیگه. حالا برای هر موضوعی هم شما بخواید 30 تا کلمه حفظ کنین، اقتصاد، ورزش، چیز اجتماعی، کار، مثلا هر بریم خودتون موضوعاشو نگاه کنین، هر چیزی که هستش تا کلمه می‌خواین حفظ کنین. یا برای کل موضوع مثلا اسپرشنتون یا شرایبنتون شاید بخواید 10 تا 12 تا جمله حفظ کنین
کنین که مثلا شروع و پایان داشته باشه. مثلا اینو بتونین تو هر چیزی ازش استفاده کنین. این برای بحث شغیبن و شپرشن بود. خب حالا برای بخش ریدینگ و لیسنینگ چیکار کردم، یا همون هوقن و لیزن. هوقن خیلی سخته، یعنی برای منم خیلی چالش برانگیز بود، به خاطر که هرچی بیشتر میگذره شما واقعا مهارت شنیداریتون هی بهتر و بهتر و بهتر میشه و هرچی خب تایم کمتر داشته باشین این سطحش پایین‌تر میمونه. ولی باز هم این که برین سوالا رو نگاه کنین، یک سری کلمات در موردش بلد باشین و بدونین چه جوری باید سوالات رو جواب بدین، خیلی خیلی بهتون کمک میکنه. مثلا آزمون بتسوای اینجوری بود که بعد مثلا تیک میزدم و اینا، فقط باید تمرکز میکردم رو اینکه درست بشنوم و سریع مغزم اطلاعات رو پردازش کنه، همونجا سوالای مثلا 4 گزینه یا حالا هر چه صحیح غلط یا مثلا که چه کسی گفت و اینا رو علامت بزنم. خیلی بهتون کمک میکنه، یعنی مهارت اینکه سریع مغزتون پردازش کنه خیلی بهتون کمک میکنه. و حالا این چه جوری به دست میاد؟ سوالا رو که برین گوش بدین. مثلا برای خودم من اینجوری که اول خیلی بهم کمک میکرد اول سوالا رو بخونم بعد گوش بدم. و کاری که شما میتونید تو خونه بکنین اینه که هی گوش بدین بعد اون اسکریپت رو برای خودتون بنویسین. این برای خود من خیلی وقت گیر بود. دروغ چرا؟ مثلا اینو همه میگفتن اگه این کارو انجام بدی خیلی فوق العاده است. واقعا هم خیلی فوق العاده است، ولی برای کسی که 2 ماه وقت داره خیلی شاید جوابگو نباشه این روش. یعنی قطعا جوابگوی ولی خیلی وقتشو میگیره. بهترین کار همینه که شما مثلا بنویسین برای خودتون، یعنی هی گوش کنین، هی سوال بنویسین، مثلا سوال جواب بدین. برین کتابایی رو بگیرین که سوالای آزمونی رو دارن کار میکنن و هی جواب بدین. این که حالا بشینین فقط اسکریپت بنویسین خیلی میگم فوق العاده است، خیلی بهتون کمک میکنه، ولی فقط در صورتی که تایم داشته باشین. یعنی گوش کنین، هی اسکریپت رو برای خودتون بنویسین، بعد برین با اسکریپت اصلی مقایسه کنین، ببینین مثلا اینجا اشتباه نوشتین یا اینجا مثلا نرسیدین بنویسین، اینجا رو نتونستین. اون بیشتر برای اینکه مثلا دستتون تند بشه و اینا. در غیر اون صورت هم که سوالا رو شما ببینین، سریع بتونین گوش بدین و به سوالات جواب بدین، خیلی کمکتون میکنه. این وسطا شما یک سری کلمات جدید در رابطه با اون موضوع یاد میگیرین که یادتون باشه قرار نیست همه کلمات رو بشنوین، قرار نیست همه کلمات رو بدونین، ولی هرچی بیشتر بدونین خب احتمال قبولیتون بیشتره و خب خیلی به نفعتون. برای قسمت ریدینگ یا همون لسن، کاری که من کردم هم دقیقاً همین بود، ولی مثلا من اول میومدم سوالا رو میخوندم، یعنی تو خونه برای خودم یاد گرفته بودم دیگه. وقتی زمانی که میام اول سوالا رو میخونم، اون متنی که میخونم خیلی برام طبقه بندی شده تره. یعنی مثلا میخونم این سواله بود، یا مثلا این کلمه تو این سواله هم بود، برم دوباره سوالو بخونم دقیق، آها اینجا اینه پس جواب میشه این. یعنی لازم نیست اول بیاین کل متن رو بخونین بعد برین کل سوالات رو بخونین بعد حالا ببینید چیکار شد چیکار نشد. سوالا رو یه دور بخونین، نگاه کنین سرسری و برین روی متن خیلی روزنامه‌وار بخونین. قرار نیست دقیق بخونین همونجا سوالا رو در بیارین. روزنامه‌وار که بخونین کم کم به مرور زمان تو این مدت که تمرین کنین کاملا دستتون میاد که چجوری با سوالا رو جواب بدین. و 2 ماه وقت واقعا خوبیه. یعنی 2 ماه شما بتونین تو این 2 ماه 20 تا متن هم بزنین، خیلی بهتون کمک میکنه در رابطه با موضوعات مختلف. 30 تا متن بزنین خیلی بهتون کمک میشه تو رابطه با موضوعات مختلف. هم کلی کلمه تو عبارت و جملات یاد میگیرین، چون فقط کلمه خالی یاد گرفتن که خب به دردتون نمیخوره. شما باید یاد بگیرین که این کلمه تو این عبارت چه معنی میده. هم کلی مترادف و اینا به دردتون میخوره که یاد میگیرین، کلی کلمات هم خانواده، صفت‌ها، چیزای مختلف یاد میگیرین. واقعا تو متن خوندن اینا رو یاد میگیرین. یادتون باشه همچنان قرار نیست همه کلمات رو شما بلد باشین، خیلی از کلمات رو قرار حدس بزنین و قرار نیست همه چی پرفکت باشه که شما قبول بشین. همین که در یه حدی اون متن رو متوجه بشین و بتونین سوالا رو جواب بدین براتون کافیه. به صورت کلی بخوام بگم بهتون چند تا مهارته که باید برای آزمونا بلد باشین که ربطی به زبان نداره. یکی مهارت تست زنیه، یکی مهارت درک مطلب، چجوری متن رو بخونین بیان یه سوالش جواب بدین. یکی مهارت سریع پردازش کردن مغزه که مثلا چیزو میشنوین چیزو میبینین سریع بتونین مغزتون پردازش کنه، سوالو وقتی میبینین سریع مغزتون پردازش کنه. یکی دیگه هم مهارت این که تو مثلا بخش نوشتاری اون استراتژی خودتون داشته باشین، یعنی بتونین سر جلسه آزمون با اون استرسش و اینا اون استراتژی خودتون همچنان پیاده کنین و این فقط با تمرین و تکرار به دست میاد. 2 ماه واقعا وقت خوبیه واسه اینکه خودتون رو برای یک آزمونی آماده کنین. 2 ماه وقت خوبی نیست واسه که سطح زبانتون رو ببرین بالاتر، قطعا وقت خوبی نیست. 2 ماه وقت خوبی نیست که شما خودتون رو قوی تر کنین توی یک زبانی، ولی وقت واقعا خوبی که برای آزمون خودتون رو آماده تر کنین، برای آزمون خودتون رو قوی تر کنین. مسیرش هم دقیقاً از همین مسیر رد میشه. دلیلش هم اینه که فقط یک زبانه، یعنی حجم مطالب اونقدی نیست مثلا کنکور زیست، شیمی، فیزیک، کلی چیز میز نداره که شما بخواید تو 2 ماه جمعش کنید. چرا؟ اینکه کلمات خیلی زیاده، گرامر خیلی زیاده. یه زبانی که باید تو 2 ماه برای اون آزمونش مهارت کسب کنین و در واقع جمعش کنین. در رابطه با گرامر هم شما بیشتر تو نوشتاری استفادهتون میشه دیگه، یعنی که طرف نمیاد از شما مستقیم سوال گرامر بپرسه که گرامر هم بیشتر مثل ریاضیه، با تمرین و تکرار به دست میاد. علاوه بر اون که گرامر هر سطحی رو بخواید یاد بگیرین خیلی زیاد نیست، نهایتا 1-2 روز وقت میذارین کل گرامر اون سطح رو یاد میگیرین، بعد با تمرین و تکرار اون رو برای خودتون تثبیت میکنین که این تمرین و تکرار هم تو نوشتاری استفادهتون میشه، هم تو اسپرشن یا همون صحبت کردن خیلی استفادهتون میشه. گرامر رو هی باید تکرار کنین، هی تکرار. مثلا یاد میگیرین اینجا اینجوری تکرارش کنم، اینجا اینجوری تکرارش کنم. و یه چیزی که خیلی خیلی الان به دردتون میخوره که زمان من
نبود ولی الان هست، هوش مصنوعی. یعنی شما زمان من اینجوری بود که من برمی رفتم یه معلم پیدا می‌کردم تمام نوشته‌هامو بیاد تصحیح کنه، بگه اینجا اشتباه نوشتم، مثلا همین چیز تو آلمانی نیست، به جاش اینو میتونم بنویسم، این شکلی کنم. الان هوش مصنوعی همون چت جی پی تی مثل یک معلم زبان فوق‌العاده عمل میکنه. یعنی بهش میتونید متن مثلا بنویسین، بگین ایراداتش رو بگیره، یا مثلا میتونید نمونه سوالا رو بهش بدین، بگین شبیه این برای من سوال در بیار، یا میتونین اصلا نمونه سوالای قدیمی رو بهش بدین مثلا برای بخش نوشتاری و بگین که مثلا مصحح اینجوری تصحیح کرده، تو هم برای من به همین سبک مصحح تصحیح کن. یعنی خیلی فوق‌العاده است و خیلی میتونه کمکتون کنه. اصلا ازش غافل نشین. حتی میتونه بره بگرده براتون نمونه سوال پیدا کنه، میتونه باهاتون تمرین کنه. اصلا ازش غافل نشین. حتما با چت جی پی تی کار کنین، با هر هوش مصنوعی که در رابطه با زبان کار کنین که هم تو هزینه ها براتون خیلی به صرفه تره، هم تو زمان خیلی میتونه کمکتون کنه. من همین الانشم امتحانای داروسازیمو دارم با چت جی پی تی پاس میکنم. نه اینکه بخواد چت جی پی تی برام پاس کنه، بلکه مسیر رو بهم یاد میده، یا مثلا میگم ببین اینو برای من خلاصه کن، یا برای سوالای نمونه سوالای قدیمی رو میفرستم، مثلا میگم برای این درسمون این نمونه سوالاش بوده، چند تا نمونه سوال دیگه برای من در بیار، یا برای من فلش کارت بساز، مثلا کمکم کن. خیلی میتونه کمکتون کنه. خیلی میتونه کمکتون کنه توی درس خوندنتون. همین دیگه. خلاصه اینکه یک آزمونی رو بدین به این معنی نیست که آزمون میخواد آیلتس باشه، تافل باشه، آزمون‌های زبان آلمانی باشه، تستاف باشه، دسها باشه. مهم نیستش که چه سطحی از آزمون، مهم اینه که چه آزمونیه و شما برای اون آزمون باید خودتون آماده کنین. و اینم در نظر داشته باشین زمانی که شما یک مدرک زبان رو دارین، به این معنی نیست که سطحتون واقعا در اون سطح. این توقعتون وقتی مثلا میان آلمان، یا مثلا چه میدونم مثلا گفتی آره من این مدرک رو دارم پس دیگه سطح من اینه، نمیخواد ادامه بدم، بیشتر نخونم، اصلا این معنی نیست. باید همچنان بخونین، همیشه در حال یادگیری زبان باشین. زبان خیلی گسترده است و اینکه دائم در حال تمرین و تکرار باشین خیلی بهتون کمک میکنه که سطح زبانتون بیاد بالاتر. ولی اینکه بخواید آزمون بدین و قبول شین، خب یک مهارته که باید یادش بگیرید. همین دیگه. امیدوارم ویدیو هم براتون مفید بوده باشه. من برم این یکی دستمو بزنم. خیلی خوشحال میشم نظراتتون رو اینجا برام کامنت کنین، بخونم، ببینم و اگه سوالی داشتین هم برام بنویسین و تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشین.